یعنی 20 سال دیگه هم باید توی همین شرایط زندگی کنیم؟ سلام، خوش اومدید. لطفاً شما هم خودتون رو معرفی کنید. سلام، من رها هستم. طرفدار یه جمهوری دموکراتیکم، جایی که حکومت دست مردمه. با هر نوع حکومت فردی مخالفم. به نظرم مسیر از جامعه مدنی و نهادسازی میگذره و شنیدن صداهای مختلف خیلی مهمه. سلام، من آرمانم. منم مثل رها با هر نوع حکومت فردی مخالفم. نه ولایت فقیه، نه سلطنت. با اقتصاد بازار آزاد و مصرفگرایی هم کنار نمیام. به نظرم ریشه نابرابری و فساده. با وابستگی به غرب هم مشکل دارم. قدرت باید دست مردم باشه، وگرنه استبداد تکرار میشه. سلام، من محسن هستم. منم موافق وضع موجود نیستم. ولی فکر میکنم راهش اصلاح از داخله. با مطالبه گری میشه کم کم این وضعیت رو بهتر کرد. آخه تا الان که با این مسیر به جایی نرسیدیم. بعید میدونم اینجوری به جایی برسیم. داریم کم کم جلو میریم. ولی زمان میبره. درسته توی این 20 سال اخیر جامعه مدنی پله پله جلو اومده. به زودی نتیجهشو میبینیم. ها؟ واقعا؟ خب، نتیجهشو چه زمانی میبینیم؟ یعنی 20 سال دیگه هم باید توی همین شرایط زندگی کنیم؟